ببینید عزیزان، یه اختلاف نظری بین من و این خواننده به وجود اومد و مکابره شد که با هم مدتی قهر بودیم. همش هم سر این بود که ما قرار بود با هم اشتراکاً یه اجرای شهرستان داشته باشیم. انقدر دیر اومد ما از پرواز جا موندیم. حالا فکر کن ما اومدیم توی فرودگاه، دیدم هواپیما داره میره. مسافرین محترم پرواز تهران به شیراز، پرواز شما همکنون پرید. رفت. حالا من باهاش قهر کردم. 1 سال و خورده‌ای کلامی با هم صحبت نکردیم. آخر اون کم آورد. CD رو فرستاد در خونه من. اون آهنگ رو به عشق من خوند برای آشتی کنون. آهنگ معروفی که با یه حالت حزن‌آلود و گریه ناک دیگه باقیشو بسپاریم به خودمون، چرا که ما از ترافیکی سنگین اومدیم و فقط هم به عشق شما طوری می اومدیم که اگر پلیس نامحسوس ما رو میگرفت میخوابون ماشین. البته ما به عشق شما با این اسم پلیس نامحسوس رو دیدید دیگه، نه تلویزیون. از این جوابتون تشکر میکنم. بابا پلیس نامحسوس ندیدی؟ ماشینا رو تعقیب میکردن به صورت مخفیانه. اون خبرنگاری که از سازمان صدا و سیما با پلیس نامحسوس میرفت، مصطفی، خبرنگار کچل که نیست، فرقشو گشاد باز میکنه. 100 بارم بهش گفتم بهت نمیاد یه وری بخوابون، گوش نمیده. تعریف میکرد واسه من، میگفت ما یه دفعه از طرف پلیس برای اولین بار 500,000 تومان پول جایزه تعیین کردیم برای راننده‌ای که در زمان رانندگی تخلف نکنه. منتها میگفت ما هر خودرویی رو تعقیب کردیم بعد از 1 ربع 2 میلیون بدهکار شد. میزان خلاف رو فقط نگاه کن، فقط از تو پیاده رو نمیرفتن. حالا میگفت ما یه خودرو رو ساعت 9:30 صبح دنبال کردیم، یه سمند 10 دقیقه، نیم ساعت، 5 ساعت دیدیم خلاف نمیکنه لامصب. گفتیم خب جایزه‌شو بهش بدیم. راننده ماشین پلیس آژیر کشید که متوقفش کنه. راننده سمند نکمه دادی سمت راست توقف کن. میگفت آهسته راهنما زد وایساد بغل. افسر مربوطه رفت جلو. قربان خسته نباشید، از پلیس نامحسوس مزاحمتون میشیم. شما به علت رعایت تمام اصول و قواعد راهنمایی رانندگی از طرف پلیس برنده 500,000 تومان جایزه شدیم. جلوی دوربین به بیننده‌های توی خونه بگین با این پول میخوان چیکار کنین؟ گفت مردم دیگه میرم گواهینامه بگیرن. تازه این اول ماجرا بود. خانم شیشه رو داد پایین. جناب سروان خیلی ببخشید، شوهر من وقتی مواد مخدر زیاد میزنه پشت فرمون چرت و پرت زیاد میگه. با اون حال روز نشسته پشت رول، میگه یهو دیدم یکی از صندلی عقب شیرجه زد جلو. آقا جون من 100 بار گفتم با ماشین دزدی نمیشه جایی رفت. گرفتنمون خوب شد. میگفت تو این وانفسا دیدم از صندوق عقب ماشین یه صدای مخوف میاد، یه نفر فریاد میزد چرا ما ایستادیم؟ مگه از مرز رد شدیم؟ این جنازه بو گرفته اینجا. 500,000 تومانم برات. دستاتی شد من.